آنها که زمینی مادران را چون خاک شناس می شناسند، اندازه کنند با قدم ها هر راهی ورا و سر نبازند. آنها که زمینی مادران را چون مادری خویش می شناسند، در هر قدم بر روی راهش جانبازی کنند و سر ببازند. من خوب شناسم این زمین را، چون مادری بی پسر مدد جو. هر صبح ز چشمه آرمش آب، هر روز خبر بگیرم از او. بعد یه روز این برا برد دم طرف خونهش شتیم دیگه، خیلی حولیات تازه راه رو تازه، همه آدم در اختیارش خیش تبارک شاومان شیشتیم چاق کردیم، همه در احترام این آدم رو. بعد رو اومدم بابای سعری چی ای ما گفتم با خدا ای موت دستی زور میکنم. اومد که رئیس آبس کامیرامو گوام که نداره. بعد من گفتم که که نداره آبس کشیده میره با اومده عذابی هم را میکشی بوده نرمی آبس که برای پتاکشه سپاریده. همون سال نقد که کار کرد 4000 از بیرق سیوزه گرفت. هر سال هیچ نباشد یک مکتب یا که یگان یسلی موسمی یا که یگان کلوب ساخته به استفاده دهد. بسیار راهبری مهربان، راهبری کاردان، راهبری غمخوار است. من زمینم، زمان و جهان را آفریدم. مادرم تمام موجودات عالم را از دامان خود به دنیای روشن میدهم و باز به آغوش میگیرم. روزی رسانی جمله انسانیت و نباتات و جماداتم. همه اهل بشر فرزندان منند، فرزندانی که پرورش و آبادی و آسودگی دنیا را به دوش دارم. فرزندانی نیکنام. چه خوش است اگر گویند فرزندی نیکنام. فرزندی که با پای و قدمش شادی به خاندان وارد می گردد و در عمری کوتاه و با برکتش باز شادی می آفرد. به مردم، به همه آنهایی که به امید اویند و به قدرت من، زمینی که او را با ارادت خدای متعال به دنیا آوردم برای امتحان زندگی. هر صبح از خواب می خیزم با ترس و تشویش. چه ترس و تشویش در زمانی آسوده و کشوری آباد بین اهل بیت و فرزندان
صاحب مرتبه و نبیره و عبیره های برکمال. نه میترسم از آن که آبادی و آسودگی اخیراً برخی از طایفه را رهگم کرده است. رهگم دولت و ثروت به چه راهی که نباشد. در نمازم دعا میکنم که انسان را از وسوسه شیطان دور نگاه دارد و پیش راهی همه فرزندان من کشاده باشد. آخر نیت و مرام من همیشه با آنها آموختن درس زندگی پربرکت، زندگی نه به خاطر خود، زندگی به خاطر نفع مردم بود. و آموختن به هر راه، هدایت با عالم علم و عرفان، از خود کردن کسب و کار سودمنده و رسیدم به مقصد. همه فرزندانم شکر آفریدگار که به مقام و مرتبه کسب کردهشان رسیده اند، تا درجه‌ای که در زندگیم شنیدم میگویند بر پدرت رحمت. میبینی در معرکه و مراسم ها به حرمت او همه از جا میخیزند، به او عرض سپاس و احترام میکنند، مصلحت میپرسند و تدبیر. و خوشتر آن است که کلام کردت از نصیحت و تربیت تو بیشتر عمل میکند. بعد این روحت در این دنیا و آن دنیا آسوده است. نظر من گلستان برای زنده ها است و وقتی که ما گذشتگاه خودمون حضرت سید علی حمدانی را، حضرت خوجه صاحب، حضرت سلطان و دیگر شاه خاموش و دیگر گذشتگان خودمون، رودکی را، لایق میرزا خسروزاده را و دیگر شاعر شمون خاطره اونها را پاس می‌داریم و درباره کار و بار اونها، حیات و زندگی اونها، دهقانای گذشته خودمان فکر میکنیم. این برای نسل آینده ما است. کسی که گذشتگاه خودش پاس می‌دارد، بزرگا را پاس می‌دارد، همون در همون عائله همه وقت عشق است، محبت است، مهنت است، انتظام است، افتخار است. زیاده از 10 سال شده است که گذشته است نامگذار خواجگیمون را به نام سید علی حمدانی. از این خاطر فکر میکنیم که ما بریدیم، خلق ما بریدن و چون که در همین کشمکشی هایی که روزگار بود، خواجگی همه وقت مردمش دسترخوانش پر ناز و نعمت بود. مردم با فرهنگ، با مدنیت، همه مردم تاجیکستان همه چون یک تن میدونستند و برای آبروی تاجیکستان مبارزه میبردند، برده ایستادند و برای بلند شدن اقتصادی تاجیکستان همه طرفه کار می‌کردند. به هر جایی که من رفتم همیشه دلگشاده و همیشه روی خندان بود. به هر جایی که من رفتم ز جوش خنده و شادی نه بدگویی نه بهتان بود. به هر جایی که رفتم همچو یاری هم نفس رفتم.
به هر جایی که رفتم دوست رفتم، بی‌غرض رفتم. زندگی را دوست می داشتم، خلق و ملتم را از آن بیشتر. سروری هر محفل و معرکه بودم و مهمان عزیزی هر یک خاندان. عضو افتخاری این دهات گشتم و هر سال زاد روزم اینجا جشن گرفته می شد و خاصه با شکوه. یاران زی هم جدایی نکنید، در سر هوسی گریز پایین نکنید، چون جمله یکی دو هوایی نکنید، فرمود خدا که بی‌وفایی نکنید. چه دلی بزرگ دارند مردم ما. یک پاره نان، یک جرعه آب را به هم نمی بینند. میدانم که نام مرا بعد از من اینجا چگونه پاس می‌دارند. میدانم که نبودن من اینجا چگونه سخت و یاد من چیسان شیرین است. و خوب میدانم که خاطره های شیرین، خاصه آن باغی که در دامن کوه رو برو اولین نهالش را من و دویمینش را دوست جانیم سرور مهربان این محل شناندیم. بعد هزاران درختان میوه‌ناک و سایه افکن سبز گشتند و به احترام من باغ لایق نامگذاریش کردند. مرا زنده می‌دارند. خلقی که شاعر می آفرد برای خود، همچنین دوستداران خود را نیز می آفرد و این دوستداران به نظر من کاری که به فرهنگ و ادبیات می کنند شایسته نهایت آفرین ها و تحسین هاست. من ایمانم بر این است که اون خرد چندین هزار ساله مردم تاجیک در پرورش فرهنگ و ادبیات در سیما و شخصیت عبدالجبار ظریف نیز ظاهر شده است. زیرا این هم یک اهدای خداوندی است. زیرا دوست داشتن ادبیات، فرهنگ کس را خوشبخت می‌کند. احترام اهل این محل به فرهنگ و معنویات محدود نیست. در تمام سالهای دشوارترین هم در این قصر فرهنگ خواجگی برای ساکنان و مهمانانش کشاده بود و کتابخانه و تالار تماشا سرادم. بعد همه بیکار ماندنها صنعتکاران تئاتر موسیقی مذهبی به نام سیدعلی ولیزاده اولین نمایشنامه را با کمک و دستگیری همین خواجگی پیشکش تماشابینان گردانیدند. دومین اثری به صحنه گذاشته این تئاتر زولانه پر از حساب همین خواجگی تهیه گردیده در آسمون جمهوریوی پرستو باعث کفگوبی های تماشابینان گردید. عبدالجبار ظریف در حیات خود فقط به فرهنگ اول رو آورده است و من از آن می‌ندارم که در همه حالتهای وزنینی سایه فرهنگ او دست ما را میگیرد. بسیار مؤسسه‌های فرهنگی که عبدالجبار ظریف تا حال انشا کرده است و نگاه داشته است امروز در یگان شهر و ناحیه دیده نمی شود. قصر فرهنگ، آثارخانه به نام شاعر بزرگ ما لایق شیرعلی، باغ فرهنگی که بسیار آراسته است و چند کلوب و کتابخانه‌ای که امروز نگاه داشته است جای گفتن نیست. لیکن وقتی که چاره‌بینی ها می شود برای ضرورت هم شهر و هم ولایت و هم جمهوری، همان لحظه عبدالجبار ظریف تیار است. بسیار انسمبل خوبی نزد خواجگی دارد، دائم خدمت میکند. وقتی ما برای جشن جمهوریوی تیار شدیم که در شهر دوشنبه برای برآمد کردن از ولایت ختلان یک گروه اشتراک کند، در همون لحظه مشکل و وزنین فقط گفتند که
خواجگی میرسعید علی همدانی تیار است که رفته با اشتراک 120 نفر دختران زیبای این سرزمین و قشلاق رفته در کنسرت در استادیوم فروز شهر شیراز اهل علم و ادب جای زیادند که آنها را می پرورند و این محل نیز با شاعران و عالمان نامبردارش می فخرد و پی دستگیری و مددی آنهاست. دولت‌داری تاجیکان در عصرهای 9-14 با یاری عبدالجبار زردیف ما همین کتاب با چاپ تیار کردیم در حدود 1000 نسخه که بسیار مبلغ کلان بود و بهترین کتاب، یکی از بهترین کتاب‌ها در جشن سامانی‌ها حسابیده شد. از این رو ما بسیار خرسند هستیم، بسیار سپاسگزار هستیم. توی پیرم، توی تدبیر پیرم، دعایم کن دعایت را بگیرم. نمی میری تو ای مادر اگر من برای مادری ملت بمیرم. وطن دوستداری چخیلی که زردوشت که بزرگ گفته است، این در گفتار نیک، پندار نیک و کردار نیک به عمل می آید. چقدر ما وطنمون را دوست بداریم در از نگاه من این با مهنت حلال نسبت به هر یک عجب زمین وطن دلسوزانه رفتار کردن، نسبت به هر یک شهروند وطن پاکدارانه دلسوزانه رفتار نمودن و هر یک آدمی که از دستش کمتون کاری به وجود می آید و کاری می آید و همسایش هم قشلاقش حصه بگذارد. ما با مهنت خودمون و مثال فکر و خیال و زندگی خودمون نشان میدیم که ما وطن تاجیکستان دوست می‌داریم. خشت را از اول راست می‌باید، آهن را در گرمیش می‌باید کوفت. طفل را نیز از روز تولیدش تربیت باید کرد و اگر نی خطایی می‌کنیم نابخشیدنی. مگر ما را چنین تربیت نکرده بودند والدین؟ مگر درس سلام و احترام را ما از کودکی نآموخته بودیم؟ آیا شرایط آن سالهای پیش از جنگ و بعد جنگی بهتر بودند؟ مگر سیری و پری بود؟ ولی تربیت بود. تعلیم باشد از کودکی 7 ساله تا پیری 70 ساله را فرا گرفته بود. در خواجگی ما 14 باغچه بچگانه عمل میکنند. همونها از صبح خواجگی خوراک میخورند. در اون باغچه ها ما نه فقط فرزندهایی که کلخوزشو مهنت میکنند، بلکه فرزندهای زیویان، کسانی که کار هم نمیکنند در همونجا جلب کرده میشن و با آنها از سوی عادی ترین سر کرده در حیث وطن دوستی آموزانده میشن. بعد از اون در مکتب ها گر بکشاید چشم دل، هندو به پیشت آید، گر بدانی 7 پشته دولی هم پیشت بود. اگر ما تاریخمون از کودکی بدانیم، نسل نورس از همین نقطه نظر تربیت کنیم او درجه برسونیم که از این ما فخر کنیم. تاجیکیمون از دانش و از آداب، از مدنیت، از صنعت، از اقتصادیات فخر ما تاجیک هستیم.
چرا نکنیم؟ بهریون که نسل آینده ما روحن و جسمن سالم باشد. چرا غم هر یک ساکن ده و محلمان را غم خود نشماریم؟ آخر آنهایند در روز خرسندی هم نشین و در دشواری ما هم پهلو. همین است بایگری من و کشوری من، خلق بزرگوارم. در خواجگی ما زیاده از 23,000 اهالی زندگی میکند. 2,500 عائله را تشکیل می نماید. از این 23,000 اهالی همگی خواجگی در 3,200 نفر کار میکنند. باقی مانده همین در تشکیلات‌های صنعتی، ساختمان، معارف، مدنیت، تیپ کار میکنند. کسی که در همین خواجگی زندگی میکند همش برای ما یک خیل حقوق و یک خیل حساب میخورد، چون که همش برای ما پدر، مادر، برادر، فرزند، خواهر، اکا به حساب میخورد. و در جایی که کار میکنند جای زیست زندگانیشون همین جای و به نام خواجگی همه وقت فخر میکنند که ما در خواجگی سید علی حمدانی زندگی میکنیم. و در جایی که درباره بهبود کار این جمعه به این خواجگی گپ رود، همه بلند خودشون رو اعضای همین خواجگی حساب میکنند. و من هزار بار شکرانه میکنم که اینقدر مردمی کار و مدنیت و فرهنگ، اینقدر مردمی مهنت ترین خط یک جای زیاده از 30 سال باز کار میکنند. جوی آب مانند چینی روی دهقان، پنبه بشکفته رنگ موی دهقان، پنبه خندان دامنی صحرا شکوفان، چون دلی پاک و حقیقت جوی دهقان. من شخصا طرفدار شکل‌های نو خواجگیداری هستم، لیکن شکل‌های نو خواجگیداری را به طور پررعش که همون آدمی که صاحب زمین است، صاحب یک عمری همون باشد. خواجگی‌های کوهستان در مثال زمین را تقسیم کنن، یک خواجگی کنن. در اونجا به فکر شخصی من خواجگی‌های مثال مایده یا یک خواجگی فایدهش است از آنه که هر یک دیه را علایده خواجگی کرده، به نام خواجگی دهقانی گفته. از این ده یک خواجگی باشد بوج دولت دیگر خودش کنند. یکی طرف دیگری کار است که در شرایط بعض زراعت کاری، مخصوصا مسئله پخته کاری ده و بعض زراعت هایی که کاری دستی را بسیار طلب میکنند، مکانیزاسیون را طلب میکنند، کاری مکانیکی را طلب میکنند. در این صورت به فکر من، فکر شخصی من است، خواجگی های بزرگ کلان همه وقت و در تمام ساختی که نباشد، چه ساخت دیگر بود، کپیتالیستی بگیم یا پیشتر میگفتیم یا چه ساخت بازارگانی میگیم، همون جایی که ما دیدیم خواجگی های کلان همه وقت برتری دارند. ما حاضر و طریق کشتی 90 گذشتیم. همه تکنیک خواجگی مونه، تکنیک تراکتورهای MTZ 80-82 اقتدار آوردیم که در بین قطارهای 90 کار کنند. در صورت خواجگی میده بودن زورش به این نمیرسد. البته استعداد واقعی را ما در اون میبینیم که باید اقتصادیات ما مقصر کار کنند، باید اقتصادیات به درجه کار کنند که خوزستان در
بین دیگر جمهوری و در بین دیگر دولت ها او بروش به درجه بلندترین رسد. من یک عمر می آموزم درسی زندگی را، درسی که در یگان مکتبخانه مخصوص نمی آموزند، چون که آن کلی درس و فنها را در بر می گیرد و با خواندن هیچ تمام نمی کنیم. من آموختم از پیرانم و سپاس گزارم از آنها. زندگی همه را افسرده می سازد. هر کسی که ذره ایمان و وجدان دارد می سوزد. با این همه زندگی جاریست چون روحی روان، هم به سوی دشت بریان، هم به سوی گلستان. هست دایم سلطنت در معرفت، جهد کن تا حاصل آید این صفت. هر کی مستی عالمی عرفان بود، بر همه خلق جهان سلطان بود.